پژوهشگوی زلزله‌شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان صبح 13 دکامبر سال 2022 ساعت 06:50 به وقت محلی در قلمرو جمهوری باز یک زمین لرزه ثبت شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که مرکز آفات طبیعی همگی 14 کیلومتر جنوبتر شهر دوشنبه در قلمرو نویه رودکی جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 3 بال و در دوشنبه 2.5 بال را تشکیل داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه این آفت طبیعی یگان خسارات و آسیب به جا نگذاشته است. در همین حال مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری خبر می‌دهند که صبح 13 دکامبر تقریبا ساعت 09:05 به وقت دوشنبه در قلمرو افغانستان و تاجیکستان یک زمین لرزه رخ داده است. شدتش طبق جدول ریختر 4.3 بال را تشکیل میداد. مرکز این زمین لرزه در قلمرو افغانستان در 24 کیلومتری شمال و غربی شمال و غربی شهر نهرین ولایت بغلان جایگیر شده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در ولایت رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.